شما که حجایی که با حج اومدنی میشن حج عمره یا فارسی زنگ میزنم شما رو زبان دونستن شرط از الله است یا نه؟ اصلا فرض رکنی از ارکان دین حج رکنی از ارکان دین نو مثلا از اون که زبان رو میدونی یا نمیدونی چون حج در گردن فرض میشه و این فرض هم در عمر همگی یک باره باید که در عمر یک بار همین عبادت انجام بده همین فرض ادا بکنی برای همین دونستن زبان اگر تو در هر حالت چه حجمی چه نوعی زبان بدونی این بهترین علم است زبان دونی خیلی انسان توسعه علمی میبخشه یعنی که میقات اهل نجد است و اینچنین اهل طائف نیز هست از همانجا احرام میپوشیم و بار دیگر یک عمره کامل دیگه میکنیم در این سفری که ما داشتیم اولا از میقات ذوالحلیفه از همون میقاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن را احرام بستیم و یک عمره همان را ادا نمودیم و دوم به تنعیم رفتیم به مشاهده که از سه میقات اول ذوالحلیفه میقات دوم تنعیم و میقات سوم میشود ذوالحلیفه کودکان حجاج در درس دادن بود مشغولی درس دادن بود خوب زمانی بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از اصحاب زنده بودند اکثر ساکنان این اماکن مقدسه تابعین بودند یعنی شاگرد محمد صلی الله علیه و سلم یعنی شاگردان صحابیان خب هر یک شهر این نفرتش می اومدند و وقتی که امیرانی که خود حجاج در دیگر منطقه های شهرهای کلان خلافت امویه انتخاب کرده بود میخواستند به زیارت حجاج بن یوسف بیایند حجاج بن یوسف آنها را قبول نمیکرد و با این خاطر که با محافظش گفت که یگان نفر یگان امیر یگان والی را به نزد من در آوردن نمود بگذار در شعور آنها در قلب‌های آنها حجاج انا همان حجاج بقوت باشد بترسند و بر مردم نسبت به مردم ناحقی نکنند و خدمت مردم را بکنند امیران اگر ببینند که حجاج این خدر خور و زمین ناتوان شده شاید که باز اینا هم مغرور شوند برای همینم یگان کس کشش در آمدنی نمیمون و به همین خوری و زاری حجاج بن یوسف از دنیا گذشت و زمام امور دولتداری مسلمانان خلافت امویه به دست عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی عمر عادل گذشت که به اندازه در بین مردم عدل بود که این عمر عنوان عمر ثانی را گرفت و روز در شام نماز جمعه را میخوانند عمر عادل که بالای سرش ابر گذشت و مردم از او طلب کردند که دعا بکن که همین ابر بالای ما باران شود دستانش رو برداشت در روز جمعه دعا کرد که پروردگارا ابر بیرو در جایی که میباری برکتت به زمین ما میآید یعنی در زمان خلافتی عمر ابن عبدالعزیز عالم اسلام عالم با برکت و عدل و انصاف و برابری بود انا همین بود درباره شخصیتان مشهور تاریخی ساکنان طائفی ها یعنی گفتیم که خداوند ما را نصیب کرد که امروز با گذشتی قریب 1000 سال در انا همون سرزمینی که ناصر خسرو قبادیانی انا همینجا را پیاده قدم زدگی است و در باره‌اش نوشته است یکی از کهنه‌ترین سیاحان اون نیز امروز انشاءالله با زیارت و تماشای مکان‌های مقدس و مکان‌هایی که نسبیت به حادثه‌های تاریخی دارند با اونجا میریم و اونجا را زیارت میکنیم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین طائف است
انشاءالله بریم. یکی از امامان مکه، یکی از مدرسان یونیورسیتی ام القرا، یونیورسیتی بین المللی ام القرا شهر مکه و امام مسجد الحرام شورین، عبدالرحمن شورین در همین طایف است. میریم انشاءالله میبینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، رفیقان، دوستان، خداوند همه شما را دعاگو هستیم که به خانه خود دعوت نماید و دعاگوی آن هستیم که خداوند فیض برکت در دولت تاجیکستان و در خانه هر یک ما و شما بریزانند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که آرزوی نیک دارن و آرزوی خانه خدا دارن، خداوند به این آرزوهاشون برسونش. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمان را برای راست، برای دین صراط المستقیم هدایت بگردونند. و دعاگوی آن هستیم که خداوند بخشنده مهربان نفرانی که طلب آرزو دارند، طلب دعا دارند، که حاجیانی که به حج می روند، یعنی در جای پاکی نام آنها را گیرند و در حق آنها و در حق فرزند آنها دعا کنند. ما یکی از آنها بوده هستیم که به حج و خانه خدا آمده ایم و می خواهیم نام هر یک قدم شما را در علایدگی گیریم و در حق شما دعا کنیم. دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که این نوار ما را گوش میکند خداوند نصیب خانه خود بگرداند و گناه آنها را خداوند بخشنده مهربان نیست و نابود کند و دشمن آنها را چشمشون را کور کند، آنها را در پشت و پناه خود نگهبان باشد و پدر مادر آنها را نگهبان باشد و گذشتگان آنها را طریق رحمت شایسته جنت کند. و نفرانی که این نوارها فهم میکند و دیگران تا که دیگران یک کمی هم باشد درباره حج و درباره جای مقدس و جای پاک معلومات گیرد، خداوند بخشنده مهربان یزدان پاک برای آنها فرزند سالم عطا بگردان، آنها را از تلخی جانکنی رها بگردان، از تنگی تاریکی گود نگهبانشان باش، گذشتن پلیس صراط را برایشان آسان بگردان و در آخرت عذاب کوثر سیرشان بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان برادران ما را در آخرت همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که دست به دعا میبردارد و دعا طرف تو میکند دعاش را مستجاب بگردان. و نفرانی که میخواهند برای مادر خود، برای پدر خود، برای برادر خود، برای فرزند خود، برای همسر خود دعا میکنند که آنها گرچه در زندانند، گرچه در بستری هستند، یعنی بیمار هستند، خداوند بخشنده مهربان دعاش را مستجاب گردان و شوهر آنها را صحت سلامت گردان و پدر مادر آنها را یزدان پاک شفای کامل عطا گردان و فرزندشان را صحت و سلامت در این دنیا و آخرت نگهبان باش. دعا میکنیم که هر نفری که نوارهای ما را پهن کرد و هر نفری که نوارهای ما را تماشا کرد خداوند بخشنده مهربان ایمانش را مستحکم بگردان، گذشتگانش را طریق رحمت شایسته جنت بگردان، فرزندانشان را ایمان مستحکم عطا نما و خدمتگار پدر و مادرشان و فرزندان آنها را و فرزندان آنها را فرزنداش را یعنی نسل آیندهش را خداوند بخشنده مهربان در خانه خود
خون بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که این صدای ما را میشنود مهمان خود بگردان و در آخرت مهمان در همسایگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل نفرانی که از جایهای زیبا، از جایهای مقدس، از جایهای بهترین نوار میگیرد بهر برادران خود به خاطر که برادران خود یکی بهره‌ور شوند. خداوند بخشنده مهربان برایشان گشایش کار، برای کار تن سیاه دل بیرحم عطا بگردان. برای آنی که ظالمانی که در بین ما و شما هستند همه وقت سنگزنی این برادران هستند. خداوند بخشنده مهربان دستش رو پاک بگردان که نتوانند نسبت چنین برادران و نسبت ما سنگ پرتند. چگونه ای که ما در حج از فرضی سنگ میزنیم شیطان را، خداوند بخشنده مهربان نمیخیل سنگشان میزنند. و نفرانی که میخواهند یک گپ به معنی و به اندیشه در پایین ویدیوی ما نویسم. خداوند بخشنده مهربان خودت قادر هستی آنها را اصلاح بگردان. برای آنان که در هر یک کاری که ما میکنیم به خاطر تو میکنیم و به خاطر دوستی تو میکنیم و دوستی حبیبی تو میکنیم. خداوند بخشنده مهربان اگر خود ما ناحق باشیم جزای ما را تنها خودت ده. و نفری که میخواهد بر ضد ما گپای قبیح بیاد و میخواهد که جزای ما را دیت خداوند تو جزاش ده که بغیر از تو در این خانه توست، دنیای توست. خداوند بخشنده مهربان تو خلق کردی ما رو، تو میتوانی برای ما شفا دی، تو میتوانی ما رو معرض گردانی، تو میتوانی خداوند بخشنده مهربان ما رو عذاب دی، تو میتوانی ما رو شفا دی. تنها ما از تو طلب داریم، تنها ما تو رو میپرستیم. و این بدبختایی که زیر نروخوراهای ما زیر ما هم زیر سخنهای حق هست، خداوند بخشنده مهربان خارج گردان. برای آنه که برادران عزیز ما این نوارها را تحت سفر اورگانتور، سفر حجی، سفر زیارتی گرفته ایستاده‌ایم که هر آن چیزی که شما میبینید حقیقت است. خداوند بخشنده مهربان همه ما و شما را به اینجا برساند. آمین. الحمدلله برحمتك يا رحمن. Where are you from? Where are you from? Where are you from? From Pakistan, Tajikistan. You Pakistan? For a long time work here. You work here in the media. Yes. You پاکستانی را میدونی که قاچی کرد زنی؟ क्या आप पाकिस्तान से आप पाकिस्तान से किधर से आप पाकिस्तान से چند قش در کار میکنی در اینجا؟ कराची से आप किधर से नहीं कराची से नहीं हम उधर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान से हाँ आप किधर के हाजी आप रशिया से पाकिस्तान से रशिया से پس چند قش در کار کردسته؟ कितने साल हो गया आप इधर काम करते हैं इसे पैदाशी कर इधर का Yes, अब автобус. Bus. Bus? Yes. बस How many years ago? तकरीबन 2 महीना इसका 2 महीना को आप ड्राइवर है ऐसा नहीं वो पहला चलाता था दूसरा गाड़ी हाँ दूसरा गाड़ी हाँ چند قبل ده؟ दो पोशी गए автобус को कैसे दिया автобус को कराची आप पाकिस्तान से किधर से बलूचिस्तान से बलूचिस्तान क्यों आए थे हाँ क्यों आप इंग्लिश नहीं जानते इधर पढ़ाई नहीं किया ना किधर पढ़ा इधर सऊदी में بسیارش انگلیسی نمیدونم انگلیسی نمیدونم میگم در همینجا تا چی خواهم بگیم در اینجا برام و عربی که نه
کسی برای یه مدرسه عربی عربی هم میرسه با عربی پسش که تو دنجه زندگی میکنی تنجوری هستی یا که اومدگی تسكنوا هنا في عندكم بيت في باكستان ام لا؟ باکستان و پاکستان اومدگی یا مدير لا جو خبر دارم باکستان ها بس که ویزا خد اسمه ویزا هست و ویزا تشابه تأشيرة تأشيرة العمل أو لا لا أنا ولدت هنا بداشي دركي بداشي دركي جت حواله شدگی نه یه دو ویزا در کور نیست چیزی ویزا دو داده این در اینجا تاریخ شد چه ویزا داره کوردر چیزی اب ایسه سعودی نیه اب نیه کیسه اب ایسه گاما دورا پروفسور اوشش چقدر بود تقریبا اب ایسه پیسه معنا کی داره کیسه पैसा महीने कैसे आता مهینه دیوری کا دو تا 2015 و 3000 آیا کنی مازاد تو 3000 یورو रियल no? قریب $1000 قریب 800-900 ذکرنا برادران عزیز حوزی کم این صحبت ما بود با راننده یکی از پاکستان است اما در شهر مکه کار و فعالیت میکنه طول 2 سال است که در مکه همچون راننده کار میکنه و 2 ماه است که در این اتوبوسی که شما دیدید ما در اینجا نشستیم دو موشقی در اینجا کار و فعالیت میکنیم در اینجا رهبر گروه گورگانتور اکای توجیدین و ما همچون ترجمه کرده داد اگر اکای توجیدین نمی بود شاید که ما سوالون را پاسخی پورا نمیگرفتیم برای اینکه اینا زبان عربی را نظم میدونن و شفیور هم باشد زبان عربی را نظم میدوند و زبان پاکستانی را اما زبان انگلیسی را خیلی کم میدونن بلوچه ملتش بلوچه شما یک جوید گرفته این زبان زبان بلوچی یک زبان از بعضی کلمه‌هاش به زبان فارسی نزدیکی دارن مثلا میگیرم در یکان چون کتاب ادبی فارسی برود نیست برود میگن تو خدمت برود کلمه فارسی نیست میگن توجیکو برود میگن یکان فارس برود نمیگه فارسا برود نمیدونه زبان ما زبان اونم زبان ما زبان فارسی تاجیکی ها ببینیم ریشه زبان تاجیکی فارسی ها سوال دیگرم بخشش برادر عزیز سوال بعدتر زنگ بزنید سوال دادنیم دام شما که حاجیایی که با حج اومدنی میشن حج عمره یا فارسی زنگ میزنم شما رو زبان دونستن شرط نظر الله است یا نه اصلا فرض رکنی از ارکان دین حج رکنی از ارکان دین نو مثلا از اون که زبان رو میدونی یا نمیدونی چون حج در گردن فرض میشه و این فرض هم در عمر همگی یک باره باید که در عمر یک بار همین عبادت انجام بدید همین فرض ادا بکنید برای همین دونستن زبان اگر تو در هر حالت چی حجمه چی نمیشه زبان بدونی این بهترین علم است زباندانی خیلی انسان توسعه علمی میبخشه یعنی توسط زباندانی علم شباسر میبخشه برای چی؟ برای وقتی که یک کلمه را آموختن باید که معنای همین کلمه حدودی معنای کلمه تو چقدر حد دارد تو چقدر اندازه دارد معنای همین کلمه سبب پیدایش همین کلمه از کدام زبان پیدا شدنش در اون زبان چی معنا داشت در این زبان با چی معنا داخل شد در زبان دیگر پس زباندانی انسان رو علمدار میکنه آقا برای همین ضرور است که هیچ وقت دیر شدگی نیست برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم آموزش رو طلب کردن علم رو فرض کرده است بالاتر از همه چیز چون که انسان
احتیاج دارد به دو غذا، یکی غذای مادی یکی غذای معنوی. غذای مادی همین چیز که همین گشنه شدی، اگر گوشت باشد چیزای با مزه باشد خوب بخوری خوب، اگر نباشه یعنی نقاق هم بخوری ارگانیسم بدنت آرام میگیره دیگه هیچ احتیاج ندارد. اما غذای معنوی انسان با بهترین هاش احتیاج داره. اگر غذای معنوی ای بهترین ها نباشه تو نمیتونی در دنیا با جسم جسدت از جمله راهی بهتری نبیابی. برای همین علم آموزی بگیم بالاتر از طلب مادیات ثروت دارایی ها است. علم برای انسان بهترین لذت می باشه. برای همین خوب است که کوشش کنیم چی زبان دانی، چی زبان آموزی، چی علم های دقیق، چی علم های دینی، همه چیزا مختلف دانستن خوبتر است. خیلی خوب، نه تنها خوبتر بلکه فرض است باید زحمت بکشیم، باید خودمون غم بتیم، کوشش بکنیم که علم بیاموزیم. سلامت باشه. برادران عزیز، چیزی که شما میدونید ما با زبان انگلیسی یعنی we can speak in English without any some problem, we can explain what we want. بعد برادران عزیز، چیزی که شما میدونید biz yaxshi gapiramiz, o'zbek chanali, qirg'iz chanali yaxshi gapiringam. Bizda nima kerak bo'lsa biz O'zbekistonga ham bo'lsam Qirg'izistonga ham so'rayman. Nima menga kerak bo'lsa aytaman, mana menga shunaqa kerak. Братаны, здесь, как вы понимаете, что мы знаем язык английский, русский, кыргызский, узбекский и так далее. Постараемся изучать постоянно, одновременно несколько языков, потому что мы должны узнать, что обозначает это слова. И также мы должны пообщаться с людьми, которые вообще-то не знают наш язык. بازی ما یک برادر ما یک دو سوال با زبان تاجیکی میتونم شما نگاه کنید که یگان چی نمیفهمم. سلام علیکم. تو زبان تاجیکی را میدونی؟ زبان تاجیکی داری سعدی شیروزی را میدونی؟ جزاک الله. برادران عزیز، چیزی که شما دیدین زبان ما رو تماما در روی دنیا نمیدونن، حتی بعضی در اینجا تاجیکستان رو نمیدونن که تاجیکی است. وقتی که افغان میگیم هم سرحد هستیم. افغانستان افغانستان میگیم شرش میدونن که افغانستان تاجیکستان خیال میکنن که ما در افغانستان هستیم. برادران عزیز، برای همه ما کمی مشکلی میآید که با زبان ما گپ زنیم. اما در مورد زمان ما هر چیزی که میخوایم که فهمیم کوشش میکنیم که با زبان انگلیسی یا که زبان دیگر معلوماتی که برای ما لازم است همه گیرم. تو بازی دوستان